اگه فکر می‌کنی رئال مادرید رو میشناسی، این ویدیو قرار همه چی رو برات تغییر بده. از رازایی که هیچ کس نمیدونه تا تاریخچه‌ای که کمتر کسی درست شنیده. پس بزن بریم سراغ رئال مادرید، تیمی که از مرگ تا سلطنت فاصله‌ای نداشت. به کیک تاکتین خیلی خوش اومدین. امروز میخوام درباره رئال مادرید، باشگاهی که در سال 1920 تا فروپاشی کامل بود، باتون صحبت کنم که یه لقب همه چی رو برگشت داد. رئال یعنی سلطنتی. و اگه این لقب نمیرسید امروز باشگاه به نام رئال مادرید وجود نداشت. تاریخ تأسیس 1902 توسط چند جوون فوتبالی تو مادرید. تیمی کوچیک اما با جاه طلبی بزرگ. انفجار پیشرفت. رئال زمانی که سانتیاگو برنابئو اومد همه چی رو تغییر داد. باشگاه رو جهانی کرد، استادیوم ساخت، آکادمی بنا کرد و با خریدای تاریخی دنیای فوتبال رو لرزوند. عصر طلایی. رئال با حضور دو بازیکن، دی استفانو و پوشکاش، تبدیل به پادشاه اروپا شد. 5 قهرمانی پیاپی اروپا، چیزی که تا همین الان هم اتفاق نیفتاده. اگه تا اینجای ویدیو با من بودی لطفاً کانالمو سابسکرایب کن و منو به دوستات معرفی کن. دمت گرم. انقلاب رسانه‌ای. سال 2000 بود که رئال با خرید فیگو، بکام و زیدان تبدیل شد به بزرگترین برند ورزشی دنیا. دوران کریستیانو رونالدو و زیدان 2009-2018. رئال 4 بار تونست قهرمان چمپیونز لیگ بشه و رونالدو آقای گل تاریخ باشگاه شد و رئال دوباره تبدیل شد به پادشاه اروپا و تو نسل الان با امباپه، بیلینگام و وینیسیوس همچنان میدرخشه. تیمی که از مرگ به سلطنت رسید. حالا بریم یه سری چیزای جالب درباره رئال مادرید بهتون بگم. اولین گل رئال رو سال 1902 آنتونیو سانچز به ثمر رسوند. تو اسپانیا سنگین ترین شکستش 8-1 مقابل اسپانیول بوده و بهترین بردش 11-1 مقابل بارسلونا. ولی تو چمپیونز لیگ بدترین شکستش 5-6 مقابل آسی میلان بوده. من که بالای 20 سال طرفدار رئالم، با بازیاش و گلاش کلی خاطره دارم. یوونتوس رو فعلا در جام نگه میداره. یه سانت روی دروازه، این ضربه سر 2-1 رودریگو. تو کامنت بهم بگو که با کدوم بازی و کدوم گل رئال مادرید خاطره داری. اینجا کیک تاکه، جایی برای عشق به فوتبال. چقدر که داره که خشک و مجلسی. تیمی که از مرگ تا سلطنت مد به نه قشنگ نبود، افتضاح بود، کامل بود، کامل. زمانی که سانتیاگو برنابئو اومد و با خریدای تاریخی او مای گاد آکادمی بنا کرد. خریدای تاریخی چه خوشگل. آنتونیو سانچز، آنتونیو دنیرو سانچز، آنتونیو